نیره ابتهاج سمیعی اولین بانوی نماینده از گیلان در مجلس شورای ملی. 57 سال پس از تشکیل مجلس شورای ملی و در 21مین دوره آن که در 14 مهر ماه 1342 افتتاح شد، نیره ابتهاج سمیعی به عنوان نخستین و تنها زن گیلانی و به عنوان نماینده مردم رشت به این مجلس راه یافت. کارکرد و فعالیت‌های اجتماعی زنان در گیلان به جهت اوضاع طبیعی این سرزمین بسیار متفاوت از سایر مناطق ایران بود. مشارکت اجتماعی زنان در گیلان و سهم آنان در تولید اقتصادی موجب ایجاد حقوق اجتماعی بیشتری برای آنان شده است. مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و حضور چشمگیر آنان در جامعه موجب شد پس از ایجاد نوگرایی در جامعه ایران، زنان گیلانی از این تجربه ها استفاده کرده و از پیشتازان عرصه اجتماعی و فرهنگ محسوب شوند. زنان گیلانی همواره در تأسیس نهادهای روشنگرانه پیشتاز بودند، به طوری که جامعه گیلان یکی از نخستین مناطقی بود که موفق به تأسیس تشکیلات اجتماعی زنان شد. حضور زنان در مجلس شورای ملی نیز پس از اعطای حق رأی به آنها و از دوره 21 مجلس در سال 1342 خورشیدی آغاز شده و تا دوره 24 در سال 1357 ادامه یافت. در این 4 دوره در مجموع 36 زن در 50 کرسی حضور داشتند. نیره ابتهاج سمیعی از حوزه انتخابیه رشت تنها زنی است که توانسته در هر 4 دوره مجلس شورای ملی حضور یابد. نیره ابتهاج سمیعی یکی از 6 زنی بود که برای نخستین بار پس از انقلاب مشروطه به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد. و البته باید به این مهم نیز اشاره کرد که او تنها نماینده زن گیلان در این مجلس بوده است. وی متولد 1293 خورشیدی در رشت و فرزند یوسف خان ابتهاج سمیعی از مالکان رشت و نوه میرزا محمد علی خان رحمت آبادی نماینده دوره اول مجلس شورای ملی بود. میرزا محمد علی خان رحمت آبادی سالها در عهد ناصری و مظفری حکومت رحمت آباد از توابع رودبار را بر عهده داشت. او که در دوره انقلاب مشروطه به عضویت انجمن ملی موقت گیلان درآمده بود، در بهمن 1286 خورشیدی به عنوان نماینده رشت وارد دوره اول مجلس شورای ملی شد. او پس از به توپ بسته شدن مجلس در 80 سالگی به رشت بازگشت و تا پایان عمر به امور تجاری و ملکی مشغول شد. نیره ابتهاج سمیعی که در بطن خانواده‌ای اصیل و متجدد پرورش یافت، پس از تحصیلات مقدماتی در دبستان دوشیزگان و مدرسه اوناس آمریکایی یا همان فروغ در رشت در سال 1311 خورشیدی از مدرسه آمریکایی تهران دیپلم گرفته و به دنبال آن به استخدام دولت درآمد. وی در رشته زبان‌های خارجی در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و در سال 1333 خورشیدی به عضویت هیئت مدیره شیرخوارگاه شهرداری رشت درآمد و فعالیت‌های اجتماعی خویش را آغاز کرد. بانو ابتهاج در دوره 21 مجلس شورای ملی در تاریخ 14 مهر ماه 1342، در دوره 22 مجلس شورای ملی در تاریخ 14 مهر ماه 1346، در دوره 23 مجلس شورای ملی در تاریخ 9 شهریور 1350 و در دوره 24 مجلس شورای ملی در تاریخ 17 شهریور 1354، یعنی 4 دوره به عنوان نماینده رشت در مجلس شورا حضور داشت. همچنین وی نخستین زن ایرانی است که در دوره‌های 22 و 23 به سمت نایب رئیسی مجلس شورای ملی رسیده است. او با 4 دوره حضور در مجلس شورای ملی یکی از طولانی‌ترین دوران حضور در مجلس شورای ملی را در بین زنان حاضر در مجلس داشت. او ابتدا در کانون مترقی عضویت داشت و پس از ایجاد حزب ایران نوین به این حزب پیوست. او عضو اصلی شورای مرکزی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین بود و پس از دستور محمد رضا پهلوی مبنی بر ایجاد یک حزب واحد به عضویت حزب رستاخیز درآمد. فعالیت حزب ایران نوین بسیار وسیع بود و کمیته‌های متعددی را علاوه بر کمیته مرکزی در بر می‌گرفت. این کمیته‌ها شامل کمیته اجرایی و دفتر سیاسی، سازمان جوانان، زنان، کشاورزان، کارگران، بازرگانان، سندیکاهای کارگری و اتحادیه اصناف و تشکیلات وابسته دیگر بود. تمام تلاش حسن علی منصور اولین دبیر کل این حزب این بود که از هر قشر و طبقه‌ای در حزب خود عضو بگیرد. برای تحقق این هدف فعالیت در حوزه زنان نیز به شکل پررنگی مورد توجه قرار گرفت. در بین اسامی هیئت مؤسس این حزب نام نیره ابتهاج سمیعی در کنار زنان دیگری چون فرخرو پارسا، دولتشاهی، عذرا ضیایی، عفت نحوی، صدری بزرگنیا و هاجر تربیت هم دیده می شود. از فعالیت‌های مهم بانو ابتهاج در دوران عضویت در حزب ایران نوین می توان به حضور در کنگره شورای زنان در آمریکا،
کنگره جهانی زنان در شوروی و فرانسه و کنفرانس بین المجالس اشاره کرد. سمیعی به پاس فعالیت‌هایش نشان درجسته همایون، مدال تاجگذاری و مدال جشن‌های 2500 ساله را از آن خود کرده بود. از دیگر فعالیت‌های فرهنگی او می‌توان به عضویت در انجمن زنان گیلان، تأسیس و ریاست بنگاه حمایت از مادران و نوزادان، نایب رئیس جمعیت شیر و خورشید سرخ، عضویت در انجمن حمایت از مبارزه با سرطان، عضویت در کمیسیون بین‌المللی شورای عالی زنان، عضویت در سازمان زنان ایران، عضویت در انجمن فارغ التحصیلان دانشکده دماوند، نایب رئیس هیئت امنای دانشکده دماوند، سرپرستی جمعیت فارغ التحصیلان آمریکایی برای 5 دوره و مانند آن اشاره کرد. او در سال 1357 خورشیدی از فعالیت‌های حزبی و سیاسی کناره‌گیری کرده و به آمریکا رفت، اما پس از مدتی به ایران بازگشت و مدتی هم در دهکده ساحلی بندرانزلی سکنا گزید. سپس به رشت نقل مکان و تا پایان عمر در این شهر زندگی کرد. بانو ابتهاج سمیعی در فروردین 1396 خورشیدی دار فانی را ودا گفته و در گورستان بندرانزلی آرام گرفت. در پایان گزیده‌ای از نطق نیره ابتهاج سمیعی، پیرامون حقوق اجتماعی زنان به ویژه زنان روستایی را می‌شنویم. عدالت اجتماعی ضامن رفاه و امنیت اجتماعی، استقلال و تمامیت کشور ماست. در این باب آنقدر بحث و صحبت شده است که من در این مقام خود را از تشریح آن معاف می‌بینم. اما نکته‌ای که در پیرامون این مسئله لازم است عرض کنم این است که تأمین عدالت اجتماعی بدون توجه به حقوق مدنی و خواسته‌های اساسی زنان امکان ناپذیر است، زیرا زنان نه تنها از نظر کمی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بلکه از نظر کیفی نیز در شؤون اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی وظایف حساسی را انجام می‌دهند. زن نه تنها اقتصاد خانواده را اداره می‌کند، بلکه در بسیاری از موارد در تأمین معاش خانواده نیز شرکت دارد.